ریس ریس جون، رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. با کت خدا که مانده جز قالقال و قلقل. کت خدا چرا گریه همی میکنی؟ دیگه خودم موندم و حوزم. آخه کدوم خری پیدا میشه که مثل ریس ریس برام ار همین نمایندی؟ قصه نخور کت خدا، ما در فینیتو یک طویله خر همی داریم. بیا برویم، همه را نشانت میدهم. این شما و این جل متخصص کودهای تاریخ مصرف گذشته، فوق تخصصی اسید پاشی پیشرفته، کارشناس دیپلماسی تارنکبوتی، سردسته پالان کشای کت خدا مدار. این شما و این مخ کارشناس ارشد حمالی استبل کت خدا، مبتکر دزدی‌های زنجیره‌ای، استادیار راندخاری دانش بنیان، سلطان واکسن‌های دوغکی. این شما و این لار رأس دوم از برادران لار، همان خری که کت خدا چوب هم به او زد، اما از فینیتو بیرون همین نرفت. دارنده آقازاده و میلیاردها چوغ در آن سوی آبهای فینیتو و آماده الفرار. این شما و این زاک صاحب امتیاز اولاغ‌های وارداتی، مبتکر اختلاس‌های نجومی با سابقه چماقداری کت خدا محور. حالا اینو داشته باشید، این شما و این زر فارغ التحصیل مهندسی مالکچی با گرایش کلاشی، متخصص خالیبندی به زبان انگلیس آبادی، دارای کاربرد دوگانه درون مرزی و برون مرزی. این شما و این فت متخصص گازگیری کاربردی با تجربه های میدانی در حوزه های کوخاری و جنگلخواری. دیدی کت خدا، قصه چرا میخوری؟ هر کدام را که خواستی بیاور و همین حالش را ببر. همه اینها را هم جمع کنی باز هم برای من ریس ریس نمی شوند. من ریس ریس خودم را همی میخواهم. کت خدا، بعد ضربه این نوش جون همی کردی. این خرهای جفتک زن برای تو ریس نخواهند شد.